پسرم بس باشی شما لگه به لنگ به دروغ بگه به دروغ میگم نه میگه دروغ نگو من دروغ نمیگم تو چرا میامدی به ما بگفتی من نمیفهمیدم من میامدم چرا گریه میکنی؟ من روزه خورما خوردم خب آه اشته روزه خور بخوردی؟ همین عباس بابا گفت گیلک روزه خورما خورد تو مونده میشی ترمه کشی گرمی روزه ترمه کشی من روزه خورما خوردم برفتم میزیگم یک بار من پیش ایو همین پمپ که ایو میام تا بشم با کجا بوده؟ ای با کجا بوده؟ من شما کجا بودم گیلک تو روزه خوب خوردی با تو معلوم نیه که کی بود چی ساعتی بود که تو روزه خوب بخوردی؟ با تو معلوم نشو. نه من نفهمیدم من کجا بودم حالا چند میگه ساعت 12 یا 12 البته من به یاد بدیم که من شما کجا بودم بابا گفت بشیان از این بیاوا پم من یک بار بخوردم یک بار گفتم بر روزه خور بخوردی همین دمی که خوردی کجا بوده؟ همین جایی که عباس برای تو گفت کجا بوده؟ من اینجا نبودم یک دفعه من من از این کمپان سراخ بیرون شدم من نانه به چه کلک بخه برو به سهرها برو گیلک جو خیر باشه غمی نداره گریه نکن باشه ما با پیاری ببینم بر پیاری میگم با می گیلک گفته برو روزه خور بخور بفهمیدی گریه نکنی خب برو تو سعی کوی تلفک سادگاه که به خاطر روزه خود گریه میکنه چه کاره؟ آره جلوی برای که عباس به من گفت یک روزه خور بخورم برای به چین گوه روزه خور بخور من روزه خور بخوردم برار ما عباس آه با کجا بده که بگه برو روزه خور بخور همین که به یاد منه که سر شیر اوی همین پمپ اوی بودن های اوی میامد به ترجیح یک بار گفتن گلک گفتم روزه خور بخورم که تو مونده میشی تو میکشه میمیری یک بار من همین که اوان باشه بینی یک بار میگه به روزه خور بخوردی دیونه تو گیلک او خودی به روزه از ما بیشتر تنگ تره که روزه میگیره با تو میگه روزه خور بخور گناه به خود جمع میکنه من چه هایتا بگو بابا وی گپ کی میگه گیلک او به 100 سالی گپ نمیزنه آخه بگفتن هم پارسال ناجور بود یک روز روزه خور نخورد اشته به تو میگه روزه خور بخورد بگفتن اگر همه گریه میکنم چرا به روزه خور بخوردم خیر باشه گیلک اگه بگفته باشه همون مثل که خودی تو شوخی کده گفته سه کنم تو آدم سادی میخوری روزه خوری یا نمیخوری باشه من برای او میگم میفهمونم که دیگه ایت اشتباهی نکنه خوبه گیلک جو باشه من میفهمونم میگم برای یار ایت که تو میگی من فکر نکنم عباس ایت کار کرده باشه به زندگی ایت کاری نمیکنه من که دروغ نمیگم مادر من میگه دروغ نگو گناه داره من دروغ نمیگم من چی نشده دروغ نمیگم مال دروغ نمیگم گردن اول بچه بگفتم گیلک جو گریه نکن برارم خیره باشه سیکو اگر او همی گپر به تو بگفته باشه که تو روزه خور بخوره خوب ایت به یاد تو باشه آن با میشنوی که او گفته باشه تو قصدن روزه خور بخور گناه کرده باشه ای تور بزنون خوب ای تور بزنون که این دکتر به درد نفهمه خوبه بفهمید آن با میشنوی خبر باشه من از او والد پرسان کنم که سکنم همی گپ راست یا دروغه برو جو گریه نکن خیره باشه دیگه برو گریه نکن خیره
عباس بله بابا. نگو یک دقیقه صبر کن برای نگو نگو بله. تو چه به تلفن صغیر گفتی روزه خوب بخوره ها تو چه به تلفن صغیر گفتی روزه خوب بخوره به کی گفتم بابا؟ شما چی میگی؟ به گیلا به گیلک چی گفتم؟ گفتی که روزه خوب بخوره ما گفتم، ما به گیلک گفتم روزی خور بخوره آه. که چره؟ خب بو گفتی دیگه اگه نگفتی چرا کشیده میامو تا پیشه میامو ای بابا ما 5 روز میشه گیلک و چیش ندیدم. 5 روز میشه گیلا که چیش ندیدی نه بابا. چرا دروغ میگی همال به جلوی خود گریه کرده بیام که عباس گفته که روزه خوب بخوره دانا بابا بابا میگم 5 روز گیلک ندیدم. لا اله کجا باشو؟ به تا کوچه قیق میکشی میگه بابا مثل که دیگه گپ بوده، ما بازی اشته میگم روزی خور بخوره. آخه میفهم که گناه داره. بابا او دروغ بوده، خود دروغ گفته. میگو اگه دروغ گفته باشی میفهمی ای تو پست ترمک کنم نیه بابا نیه هیچ گپ نیه. وقت برو صدا کن صدا تا کوچه وقت گیلگو برو صدا بابا کن جیغ میکنم. گیلا بیا طباخچه با بیا. باسم بیا دیگه. وقت از اینجا چی میشنه وقت برو صدا کن که بیای بده خاک به سر ازش بابا، یه دروغ میگه خور به هم نمیندازه. خب برو بیخوانتون اگه دروغ گفتی با تو تیار میکنم کجایی؟ بیا بله چری به من گفتی که اون روزه خور بخورم؟ مفت ندید، من تو 5 روزه بدیدم. اشتا ندیدی؟ و پیار ما گفته بودی که عباس بابا! بیا برای پیش پیارم. آله که شما بگفتو آله ماما نورو بیا گا آله ماما نورو زمین بچه شما بگفتم این بچه چی گفت اکبر تو این آه پمپ اولیشان بوده خب این گفت گیلک تو روزه میکشه چون گرمه خب بخورم من اول که بخوردم یک بار این گفت روزه خور بخوردی میگم با کجا بوده چی؟ با کجا بوده این پمپ تا یک جوی میگم یا کسی دیگه بوده به تو گفته روزی خور بخور، من اشتباهی گرفتی. امین تا عدل راست خور بخور کی بوده به کجا بوده؟ من اشتباهی میگیرم من خود ممی تا آدم مخکمی هستم، روز مریض بودم تا 100 روزه خور نخوردم. من میگم عباس بابا به تو میگم که روزه خور میگم بخور. میفهمی که چی میگم اگه می بزرگ به سر دیم روزه رو بخورده بشه پست ترمک بابا کنه نخوردم. آخه من نمیفهمم خوردیم که ولی بازی بگم روزه خور بخورک. من که دروغ نمیگم من کی دروغ میگم نانی میگه دروغ نگو گناه داره من روزی خور نمیخورم من چرا میگه که بخورم عباس این دروغ میگه بابا میگم که دهن اول باشه، اگه من 5 روز می گیلا که بدیده باشم اما نه گیلا که دیدم. گیلگی چی رقم بده کجا بوده کجا من علی نشینی بزی نشینی خوب آه آما نورو نشینی بزی نشینی این دروغ میگه با کجا بوده با کجا بود این دامی که من میتونم یاد من دامی که نانی من شکل نکمن یک دفعه کمپارا پاس کردم اول خوب وقتم گفتم من میرم خواب دیدی آخرا خواب دیدی نه بابا این خیلی دیده. خواه با کجا تو دیدو از این با چی تومت بسته میکنی بگو تو گفتم یار وقت برو وقت بداشم وقتی شو چرا میزنی؟ وقت تمام کشه را اونجا ریخته که من روزه خور بخوردم عباس چکار فلان وقت اما از دور آخرا خواب دیدی وقت روزی خود نخورده بدو وقت خواب دیدی وقت که تو خیلی دیدی. خواه دیدو تو برای مادر خوب بگو. وای خودی عباس پیار جنجال کرد. ما مال ما سما چه خورد بازن جلوی ترسو و چی میفهمی تو خواه دیدو این بگو اول بخوردم من هیچ وقت خواب دیدی وقت برو برای وقت این مداویت تو رو برو بریش باخچه. برو میگی برو بریش روزه با تو چی نمیگم برو. بگیر من عباس بابا زود باور نمیکنم هر گپ زودی باور بگیرم یعنی فرجام کو تپتی کو برو پیش کو سالا گورم وردا بیارک بده ایرو دیلک برو ما روزه با تو چی نمیگم برو تیر کو خب بریش باخچه. برو بریش باخچه. عباس برو میال فرجام کو برو پیش کو سالا گورم وردا بیارم تو کنج باخچه بسته کو بده
من کمک کردم حالا داره کن بده زیدی ایدگل چکاره جان گیلک جو ایدگل من چرا برم تا روزه خور بخورم همین عباس همسایه ما بچه ما نوروز کتک تو روزه خور بخورم چینگه و اچینگه پنبه بخورم کی با تو گفت آی کی با عباس گفت آه کی کی من چون کی گو حال اقام روزه گریه میکنی آره من چرا این روزه خور بخورم چری میخوردی تو که ایت غم خوری چری میخوردی روزه خو میخوردی که گفتا خب گیلک جو تو که اوزا غم خوری بودی که روزه خو میخوردی به گریه میشدی چرا با تو بگفت میخوردی من نفهمیدم دیگه چیزی هم بخوردی آدمی که نه خبری دیگه چی نخوردی نه خیره پشیمون باش روزه خورم تاشم دیگه چی نخور غمی نداره خوب آه. باز بخیر عید که پیسر شد یک روز هم غذایی بگیر غمی نداره خدا آه. تو رو میبخشه تو نمیفهمیدی خیر باشه آه. شرط تاشم دیگه چیزی نخوری نه بابا لکه بخورم مگرم نه خدا نکنه لکه بخوری همین که پشیمون بشی هیچ چی دیگه هم تاشم نخوری غمی نداره گلک عباس خودی و به روزه خیلی محکمه با اشته تو گفته روزه خور بخور گردنم عوض باشه شما لگه به لنگم به دروغ بگم من دروغ میگم نه میگه دروغ نگو من دروغ نمیگم یار من تعجب میکنم گیلک که عباس به تو همیته گفته باشه راست میگه اون مسلمونا که خود اینا مردم مؤمن روزگیر نمازخونه او میاد به تو میگه روزه خو بخوره حالا کم خیر باشه همین که پشیمونی غمی نداره تاشم دیگه چیزی نخور خوبه خوبه. افطار با روزه خوبا کنه خوبه. یک روز ان قرضی باز بگیره خوبه ما کار داریم خدا حافظ دیگه گیلک خوبه دیگه گریه هم نمای که خوبه